به نظرت این دو تا آیفون با هم فرقی دارن؟ ظاهرا نه، ولی یه تفاوت مخفی دارن. البته تو کیفیت با هم هیچ فرقی ندارن، فرقشون فقط تو پارت نامبرشونه. اپل تو کشورهای مختلف نمایندگی داره، به خاطر همین تو هر کشوری با همون پارت نامبر واسش تولید میشه. ولی ما چون تو کشورمون نمایندگی اپل نداریم، پارت نامبر کشورهای دیگر رو تهیه میکنیم. ZAA مال سنگاپوره که تو ایران محبوب ترین پارت نامبره که معمولا همه چیش کار میکنه. پارت نامبر CH مال کشور چینه که توی فیسم آدیو و هوش مصنوعی محدودیت داره. پارت نامبر LLA سفارش خود آمریکاست که تک سیم کارته که جدیدن رو آیفون های 17 همشون ای سیم شدن. پارت نامبر J واسه کشور ژاپنه که تک سیم کارته و به دلیل قوانین امنیتی اون کشور صدای شاتر رو به هیچ وجه نمیشه بست. قبلا که جعبه‌های گوشی پربرکت و توفولتر بود، با توجه به پارت نامبر، شارژر و دفترچه راهنما و این چیزاشون فرق داشت. اما الان که برکت از جعبه ها رفته، دیگه فرقی با هم نمیکنه. پس اگه دیدی قیمت و فرق داره، دلیلش کیفیت نیست، پارت نامبره. ما تو پرهانتک سعی میکنیم پارت نامبرایی که کمترین محدودیت ها رو داره واسهتون موجود کنیم. پس یه سر به سایتمون بزن.